تو مادری یگانه بینید. ما چرا وطن رو میگیم مادر؟ چند نکته است. یکی که از همه وجودی مقدس، عزیز، نزدیک برای ما چیست؟ مادر. وقتی که وطن میخوایم عالی ترین صفت براش میگیم این مادر است. این از نظر عاطفی، ولی از نظر واقعی با این یک جنبه عجیب دارد. ببینید ما چرا وطن رو میگیم مادر؟ چون که چه که ما از بطن مادر به دنیا میاییم، همین ما در آغوش وطن تولد میشیم، از هوای او نفس میکشیم، در خاکی او بزرگ میشیم، آبی او رو مینوشیم. همین وجودی ما پر از همین وطن است. ولی میگن که همین آدم از خاک آفریده شده است. همین بدن ما رو اگر من شما اگر نگم که سخت نرسد، خودم مثال گیره بینه وزن من 80 کیلوگرم، طبق علم بیولوژی 80% آدم آب است. اینم در وجود من 60 کیلوگرم آب مثال. همین 60 کیلوگرم آب گرفته گشتیم. همین آبی همین وطن است. از کجا گرفتیم؟ از همین تاجیکستان. اینم شما در تالار شده اگر 400 کس باشد، 400 بچکه آب ششته است. اگر ظرف کنیم 50 2 تن آب همینجا شده است. همین آبی تاجیکستان. نه همین آبی تاجیکستان است در وجود ما. همین خاکش هم در وجود ما. بنابراین وقتی میگیم تو مادری یگانه، کی رو گفته استوده؟ او دیار ارجمند ما بدارالش. یعنی که ای وطن، ای تاجیکستان، تو واقعا مادر یگانه ما. این همین وجودی من، خاک و آبی تو از همین گوشت و ناخن و پوست و خونی ما، همین آبی همین وطن است. انا برای همین علاوه بر مهر و محبت، حتی وجودی ما از نظر فیزیکی، بیولوژی هم به همین وطن پیوست است. ولی شما با چیز از این دقیق تر بینید که همین وقتی که آدم علم نشون میده که وقتی آدم حدوداً 20 سال اول حیاتش در کجای زندگی کنه، خونش، ترکیب خونش، فشار خونش، قلبش، شوشش، تمام مکانیزم داخلی ارگانیسم داخلیش، فشارش، دوره‌اش، همه چیزش با همون اقلیم مطابق میشد و وای جزئی همون کلیمت میشه، جزئی همون محیط. بنابراین تجربه همین اخیراً سال گذشته یک عالم روس آمده بود، رکتوری فکر دانشگاه دولتی اومسک بود یا تومسک بود، گفت که همین بچه‌ها را برای تحصیل به مالزیا روانه نکنید. چرا؟ گفت که اینا در محیط خشک کوهستانی تاجیکستان بزرگ شدن و مالزیا سوبتروپیکی، رطوبت، ساحل بحر وقتش در درون اقیانوس، 2 سال 3 سال ده همه بچه‌هاتون پنیومونیا میشن، برانخیت میشن، شوشش تمام میشن، میمونه در 10 سال. چون که وای در همین اقلیم چنین کمی درخته. ما از اروپا بریم اینجا میشنیم خشک میشه. چرا؟ چون که وای در اونجا بزرگ شده است. ما میخوایم حتی گفتن که به سیبیر هم روان نکنید، عمرش تا 10-15 سال کوتاه میشه. چون که ارگانیسمش برای زندگی در خوجند تیار شده است. ارگانیسمش برای زندگی در دوشنبه و ایسار و بدخشان تیار شده است. او رو برده در سیبیر یا در مالزیا یا در ژاپن مانی 5 سال دی عمرش تا 20 ساله عمرش میگذرد، پیر میشه. چون که تا انمی حد ما با این وطن پیوندیم. نه تنها از نظری که دوست می‌دارم تاجیکستان. انا برای این پیوندی قدر بزرگ است که ما واقعا میگیم یگان تصویر نیست، میگیم که تو مادری یگانه ای. و درباره یگانه چی میگیم؟ چون که یگان جای دیگر، نه از نظر عاطفی، نه از نظر محیط، نه از نظر احساسات و نه از نظر حقوق و آزادی و امکانات و منفعت ها برای ما تاجیکستان نمیشد. این مثال های زیاد است. من یک مثال زنده گفتم که در تاریخ معاصر ما شد. همین استاد بازار صابر یک شعر داره، میگه که می کشد خاکش، خاک و خاشاکش. همین استاد بازار صابر 20
سال در امریکا زندگی کردن. شما نگاه 20 سال خب 20 سال در امریکا زندگی کردن. حضور اگر امریکا گه در ذهن این بچه ها چی میشن؟ یک کشوری قدرتمندی آزادی فراوان پر از پیتزا و گامبورگر و هات-دوگ و KFC و مکدونالدز و استاربکس و کوکا و پپسی و همه چیز. امریکا. الان استاد میره در همون محیط میشینه نشست که قشلاقه که من بوی چپاتی دارد، شیرینی توتی دارد. من رفتم خانه استاد بزرگ صوبی در شهر سیاتل، یعنی امریکا اینم خلاص اگر تقریبا اینجا واشنگتن است، در اقیانوس اتلانتیک، در ساحل اقیانوس آرام شتات واشنگتن است. پایتخت شهر سیاتل. آنجا استاد بزرگ صوبی زندگی میکرد، یعنی در ساحل اقیانوس آرام از اون طرف. بعد من خانه شون رفتم، میگه که همین نبیره های من اینا میگن نه خود دارم یه امریکا شینی همین پیتزا و هات-دوگ و گامبورگر فراوان چیز بده KFC و مکدونالدز فراوان بگوی قشلاقه که من بوی چپاتی دارد. چون استاد گفته که همین شبا خوب میبینم بوی چپاتی هم همین میکشد خاکش. استاد ترسوزاده چه گفته بودم؟ وطن در هر کجا آمد به سر فورم هوای تو، من از آن سوی اقیانوس بشنیدم صدای تو. یعنی استاد دقیقاً استاد بزرگ صابر از اون طرف دو اوکیان استاده است با میگه که بوی چپاتی ها زرم میبید در ذهنم، شیرینی تو تا میخوام بچشم. انا برای وطن هم خشده بود که با قول اون نبیره هاش قریب دیوانه شوم. بنابراین یکی از خدمت‌های بزرگی پیشوای ملت همین گردانده آوردن استاد بزرگ صابر دیگه. وگرنه این در تاریخ ادبیات ما میموند، در تاریخ ملت ما مثل همین کمال خوجندی در غریبی جان به سختی میدید بزرگ صابر میشه و هم خیلی میشه. ولی پیشوای ملت گرفته آوردن. ولی عجیب است که برای معلومات دو بار آوردن. یک بار زنده شو آوردن با تمام شکوه. استاد 2 سال اینجا ایستادن، گفتن همون نبیره های امریکایی ما یک خبر گیرن، رفتن خبرگیری در همونجا مردن. باز مرده شو آوردن. ولی شما یک چیز دقت کنید که ما از روسیه میاریم مرداره دکومنت میکنی 3 روز میاریم، از امریکا آوردن جسد ممکن نیست. اجازت نمیده جسد برام بیرون. برای این چقدر مذاکرات بین دولتی کردن که جسد بزرگ صابر گرفته بیاره. بنابراین این خدمتی بسیار خاصی پیشوای ملت هم به ادبیات هم به ملت هم به آدم بودن. بنابراین ببینید این مسئله این بود که چرا میگیم تو مادر یگانه ای، یعنی یگانه جایی که ما در اونجا راحت خود رو حس میکنیم.